اول این را باید گفت که همکاری روسیه با گروه طالبان تنها آوازه نیست، بلکه روسیه نیز این را رسما اعتراف کرده است. روسیه گفته است که بله با طالبان گفتگو دارد. چیزی دیگر این است که تاجیکستان خوب یاد دارد که در گذشته نفرانی را کمک کردند که مقابل طالبان می جنگیدند. طالبان این را فراموش نکردند. برای تاجیکستان نظارت مرزش سخت است. از یک طرف داعش، از طرف دیگر طالبان و دیگر گروه ها در مرزش وارد درگیری هستند. برای تاجیکستان خوبترش هیچ کدام این گروه ها در مرز نباشند. وقتی روسیه طالبان را دستگیری می کند و این گروه در مرز خود را پرقوت می کند، این برای تاجیکستان بد است.